ای زن همسایه‌مون اومده دم در میخواد چین بگی یه دقیقه میای دعواش کنی؟ مادر صدیقه هستش؟ یه کاری بکنی با صدیقه. همه محل ریخته به هم. بچه‌های کوچه اووری اومدن بازی بکنن، گرفته با سنگ زده تشون، گفته اینجا کوچه ماه. محسن اقز زده توپش انجیر داده. کلی هم فحش فضیحتشون داده. ازشون گفته با تو میسوزونم با واسه کره خر بیشرف. دلون خواسته حقشون بود. بازم میزنه بهشون. برای که اونا من گفتن صدیقه پچل و شاشو و باهاش بازی نکنی. گفتن شما دختر هستین، نه بعد دختر با ما بازی کنن. دختر پسر نداره. خب منم همین گفتم ما تازه از شما قوی‌تر، ما دخترها شیریم مثل جمشیری. محسن بی ارزه و همیشه جر میزنه. بزنمش توپه چلتیکش هم جر دادم. بیادب. چیش دریدو فاطمه خدازده بری چه زدی؟ خاله بازی سره که شوهر کدومشون تو آینده پولدارتر میشه گرفتن موهای هنده کشیدن. ای گفته من شوهر قاچاقچی میشه همه تو پولدارتر میشه. من موهای من کشید قمو کشیده بوازو. شما هم برادر من هستین نخند. شما میخندی اینا هارتر میشن. حکمی رو تربیتش کار بکنین. اینا بچه‌ام قهر میکنن آشتی میکنن، ما نباید دخالت. نه دخالت لازمه بگیره بچه‌ی من بذاره که من دخالت نکنم. به وقتی مادرش کی میاد معلوم نیست. ازش بگو کپین قند شکر اعلان کردن. یه کاسه چدنی معدنی کنه یا من خونه تون دارم بگو بیاره. صدیقه معذرت میخواد، قول میدی دیگه از این کارا نکنه. من هم معذرت میخوام. خاله میشه من بیام خونتون با فاطمه و محسن بازی کنم؟ جونی سیدل مجونی سرگه پکو تا کنم خود درد درمون